خدای ما و شما که خالق ما و شماست فرمایش میدهد: ای بندگان من، شما را من در 5 چیز امتحان میکنم. یکم، خوف بالای شما میارم. مثل که دیروز یک خوف بالای ما و شما آمد. بعضی برادرای نمازخوان جای نمازها را جمع کردند، مسجد آمدن قطع کردند. بعضیاش عرق نوش شدند که تا که اونها را در عذاب و مشقت گرفتار نکنند. بالای شما خوف میارم. گفت نگاه میکنم چگونه خدا را تو عبادت میکنی. والجوع، خاندان تو را دسترخوان تا خالی میکنم، بالکل در دسترخوان چیزی یافت نمیکنی. نظر میکنم که در حالت داشتگی چه خیل عبادت میکردی، در حالت گرسنگی چه خیل عبادت میکردی. و نقص من الاموال، در مال تو در ثروت تو نقص پیدا میکنم، کمبودی میارم. نظر میکنم چگونه تو عبادت خدا را دوام میدی. والانفس، فرزند تو را، خواهر تو را، برادر تو را، پدر مادر تو را همشه به هلاکت میرسانم. نظر میکنم در روز مصیبت تو چگونه خدا را عبادت میکنی. و ثمرات، اگر زراعت و باغ داشته باشی در باغ زراعت ضرر میارم. نظر میکنم کنی احوال تو چگونه میشود. در این 5 چیز ما و شما را خدا دائم امتحان میکند. در دوامش خدا چی گفت؟ و بشر صابرین، کسانی که در این 5 امتحان من صبر کننده هستند، این مصیبت های من صبر کننده هستند، اینها را بشارت ده ای محمد. وقتی این مصیبت ها بالاشان آمد و باید که اونها بگویند ما از خدا هستیم و به سوی خدا بازگشت داریم، وقتی این سخن گفتند اینها را بشارت بده. برادر عزیز، وقتی که اگر تو عبادت های خودت ترک کردی، معنای این را دارد که خداوند در حدیث های قدسی میگوید: و من لم یرضا بقضایی و لم یشکر علی نعمایی و لم یصبر علی بلایی فلیخرج من تحت السمای و فوق الارض فلیطلب سوای ربی. کدام بنده من اگر در بلای من صبر نمی کند، در نعمت من شکر نمی کند، در تقدیر من کردگی راضی نمی شود، از زیر آسمان من، از بالای زمین من دور شود و برای خود خدای دیگر را طلب کند که من همچنان خدا هستم.